بعضی ها بود شکار میتو من یا تو هذا پاسپورت میگه که من روان امارات ولی مولوی عبدالعزیز 2 ماه یاد راولپنڈی ته اتاق من در تفسیر شرکت کو تفسیر مولانا غلام الله خان سال 42 ولی من گفت میگفت تو خارج بوده به زاهدان من وجه این که طالب زاهدانی درس وانته که نیازی که من نیست وشی نه و من هیچ اراده نی ایران بیا وشی که نه خدا که من یادتون صحیح بوده نامه ای نوشت توی زاهدان من جواب می پدر من بعد پیره نتوانم بیا دوباره نامه ای نوشت من جواب داد پس بعد این مدت بعد مولوی ساداتی را آمده کو کالبگان حالا پیت من گفت که اگه شما درس مدن فاک بیهوش کن پیت من یه بیشاره ولی عالمان دوست دی همونم بروش اصلا که وانگات بیهوش کنه برو دیگه من رفت مودا 6 سال الحمدلله مدرسه از این کسانی که چوکلکات ابتدایی شوان 8 سال نفر طالب رسید سنیا و ما الحمدلله خدا شکر مسلمانان دعوت دا دیگه نان پختین تا مدرسه پخت داده اولا بگردایش کنید نان طالب تقریبا یه طالبیا که رئیس یاتی تر لوٹی رئیس کی نه لوٹی ده رابطه رئیس آموزش پرورشی اور بعد هم ایسا که بشی که مدرسه سرپرست دوی من بو ها بشی تاکه سر مردم خاک میمالی بشی خاک میمالی دار طالبانی گرته تا که اکتفات نانا گیره شلو نهار که گواری شلو لوری چی طالب چی شکنی طالبانه اولی دا باز اما جناب رئیس تنها خبر داره گوشم داره چی میخواد بگی من گفت که وظیفه شما که چوکان شما تعلیم ده با سوادش کنید خزانه مملکت دست شما حکم مملکت دست شما الان ته شهر سراوان شما رو به اندازه چوکان سراوان مدرسه نی بیزار دوست دارم شان ما رزق کوهان الان این کوهان بود که جنن پریاد که چوک زنه یاره که سواد شده ما ملامتی اما چیزی نه که ما پیشان دم دستگاه پیم کنه باشه بس چیز خوب گفتی وظیفه ماست که ما کمک کنیم تو در رابطه بدن با فرمانداری حوار کود روز فرماندار و بعضی رئیس سیاحت مدرسه بشی چیزی انداز نی ولی فعلا ما درانش چنه میگو بهای کنی کوکه چی هستی شما داری آهنی پیام کنی یازدهش داری آهنی پیدا مردمان یا چاره سیم داری آهنی حیران بوده دیگه درش گفت داتی نپدا می دیمه اتاقان هم فرمانده بست هرشی دار سالهای وار که ما یادی چل 5-6 تمام مهمان بودی و این حادثه شعبان پیش یادد من دارلوم دیوان تو استاد به نام محمد معراج روزنامه یومن پیش داشت بشی بوام موان بشی چی خبری من گفت که مسجد در مشهد بوده و دا خارج تخریب کرده مسجد مکی مردمان تظاهرات کرده دولت هم یاته و این روزنامه چه بشید ولی من متاسفیم خدا خیر بکن پدر من لکنه و رابطون خدمت مولانا سید ابوالحسن علی رحمه الله
های همه برده که مسجد مکه مردمان تظاهرات کرد و 80 نفر کشته بود. من پدر بودم این مسجد همیشه که من رو فعالیت کنیم خدمت کنیم. در حال دیگه من یادتون حصه رمضان بستر میاد دیگه که من یادتون شدم من این حبر زدید کسی میش کنم چون انسان ذهنی پر بود این پدا حالی که یک کاری بود نیاد این رو مولوی جوسته کنه و تیره یه سو من ربطو مدرسه و من چه مولوی باشه من توضیح دیر بود دیگه گرفتارت دیگه که توضیح ده